بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید به برنامه سرخط رویدادها که تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکند. امروز 9 نوامبر از آن میگوییم که در ولایت ختلون باز 9 نفر از یک عائله زهرآلود شدند. هزارها پناهجویان میخواهند غیر قانونی به قلمرو اتحادیه اروپا داخل شوند. از پگو نرخنامه نو برای استفاده نقلات جمعیتی در دوشنبه روی کار میآید و افسر زندانی توجیک افراطگرا بودنش را رد میکند. خبرهای دیگر نیز داریم. در نویه مومن‌آباد ولایت ختلون 9 نفر را با علامت‌های زهرآلودشوی به بیمارخانه انتقال دادند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید همه آنها زیربای خورده بودند. به قول منبع این ساکنان جماعت بلخاب را که از 6 تا 64 سال دارند صبح دیروز به شفاخانه صورتی شهر کولاب آوردند. معالجه آنها ادامه داشته و وضع سلامتیشان معتدل ارزیابی می‌گردد. این بار اول نیست که در ولایت ختلون زهرآلودشوی ساکنان بعد استعمال خورش‌ها یا کنسرو رخ می‌دهد. برای مثال ماه پیش 18 نفر بعد استعمال کنسرو زهرآلود شده 4 عضو یک عائله به هلاکت رسیده بودند. شروع از فردا مسافران پول راهگیری نقلات جمعیتی را در دوشنبه از روی نرخنامه نو و بلندتر باید پردازند. بنابر تصمیم اداره دوشنبه نقلیات نرخ سفر در اتوبوس‌ها 1 سومانی و 80 درهم، ارزش حرکت با ترالبوس‌ها 1.5 سومانی و میکرواتوبوس‌ها 2.5 سومانی خواهد بود. همچنین از مشتریان تاکسی برای هر کیلومتر حرکت 3 سومانی میگیرند. علاوه بر این از این بابت در تمام خط سیرها پول نقد قبول کردن نمی شود و طرافه های کارت های پلاستیکی سیتی کارت نیز تغییر می‌یابد. شهرداری دوشنبه دلیل بالا بردن راهگیرها را به گران شدن نرخ سوزشواری و قسم‌های احتیاطی پیوند می‌دهد. مسافران میگویند بالا رفتن راهگیرها به بودجه این هم نه چندان استوار خانواده‌ها ضربه می‌زند. به نوشته پرس TJ از تغییرات در نرخ از جمله دانشجویان ناراحتی می‌کنند، زیرا به گفته آنها از امتیازهایی که قبلا داشتند بی‌نصیب می‌مانند. ولی رانندگان بر اینند که با نرخ‌های فعلی نمی‌توانند خرج‌های خود را پوشانند. در پی متشنج شدن افزا در افغانستان، اوکروگ مرکزی حربی در تمرینگاه‌های تاجیکستان بیش از 20 مشق‌های نظامی غیر نقشه‌ای را برگزار کرده است. در این باره الکساندر لاپین فرمانده اوکروگ مرکزی به خبرنگاران بیان داشته است. به گفته گنرال روس از همه تمرین‌های مهم در مشق‌های حرب میدان، مومیرک، لاهور و سنبولی برگزار شده، تمرین‌ها باز ادامه خواهند کرد. روایت مشق‌های نظامی که از 18 تا 23 اکتبر در تاجیکستان برگزار شد این بود که نظارت هوایی حرکت جنگجویان شرطی با 2 کاروان تکنیکی نظامی را به سمت مرز تاجیکستان آشکار می‌کند و بر اساس این اطلاع جاسوسی مرزبان‌ها به مقاومت با جنگجویان می‌پردازند. در این مشق‌ها 4000 نظامی و 500 عدد تکنیک حربی استفاده شدند. پولشا و لهستان تصمیم گرفته است که یک گذرگاه مرزی با بلاروس را ببندد. صبح امروز یک گروه بزرگ پناهجویان کوشش کرد سیمخوار را رخنه نموده از بلاروس به قلمرو پولشا عبور نمایند. این بحران اتحادیه اروپا را نگران کرده است. منصبداران قشون مرزبانی پولشا میگویند گذرگاه مرزی بروژ کوزنیتسا بسته می شود. به قول وزارت مدافع پولشا پناهجویان در نزدیکی‌های این گذرگاه خیمه‌گاهی بنیاد کردند. دیروز وزارت امور داخلی پولشا گفته بود که از کوشش دست جمعی عبور مرز جلوگیری کردند. به قول سخنگوی حکومت پولشا در اردوگاه تقریباً تا 3-4 هزار پناهجو جمع شده، هزاران نفر دیگر تیارند به آنها بپیوندند. صبح دوشنبه 8 نوامبر شبکه‌های تلگرام بلاروس خبر دادند که ازدحام بزرگ پناهجویان از خاور میانه توسط قلمرو ولایت گرادنا به سوی مرز پولشا حرکت می‌کنند. با گفته آنها این تجمع امید دارند توسط پولشا به آلمان برسند. ریاست کارهای داخلی ولایت گرادنا خبر داد که پلیس برای تامین حفظ قانون و ترتیبات چاره‌ها می‌اندیشد. کمیته دولتی مرزبانی بلاروس گفت در رابطه با نزدیک شدن پناهجویان مرزبانان به رجای پرزور خدمت گذاشتند. با نوشته نشریه‌های محلی، نظامیان نیروهای داخلی برای تقویت به مرز آمدند. وزارت دفاع کشور نواری را نشر کرد که در آن دیده می شود چگونه پناهجویان سیمخوارهایی را که در مرز کشیده شده اند می برند. در سال جاری لهستان، لیتوا و لاتویا از افزایش شدید مهاجرت غیرقانونی طریق بلاروس را ثبت و مقامات آن کشور را در قصد ایجاد نمودن چنین وضع در مرز متهم کردند. الکساندر لوکاشنکو در نبرد خود گفت
که مینسک دیگر به ترانزیت مهاجران و اتحاد اروپا دخالت نخواهد کرد، زیرا با گفته او کشورهای اروپایی علیه این جمهوری جنگ گیبریدی راه اندازی نمودند. شما برنامه سرخط رویدادها را تماشا دارید. در نزدیکی یروسلاوی روسیه کارگاه و انبار غیرقانونی را آشکار کردند که در آن مهاجران آسیای مرکزی به استحصال و نگهداری تنباکو و سیگار قلبکی در حجم مخصوصا کلان مشغول بوده 100 میلیون روبل فایده گرفتند. خدمات امنیتی فدرالی روسیه خبر می‌دهد که گروه جنایی از سال 2020 به استحصال محصولات بی‌تمغه مشغول بودند. از گروه مذکور بیش از 133,000 قطعه سیگار و زیاده از 14 تن تنباکو مصادره کردند. سیگارهای قلبکی در حدود ولایت مسکو فروخته شده. تفتیش نشان داده است که این محصولات به سلامتی شهروندان خطرناک میباشد. فعلا در این رابطه نسبت 6 نفر پرونده جنایتی آغاز شده. کارهای تفتیشاتی ادامه دارند. برمیگردیم به تاجیکستان. وکیل دفاعی محریدین اماموف افسر زندانی توجیک حکم او را غیر قانونی نامیده از بالای آن به دادگاه زینه بالایی شکایت برده است. مسئولان دادگاه میگویند حکم در دایره قانون صادر شده است. محریدین اماموف که در گذشته در اجنسی مبارزه بر ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر و وزارت امور داخلی کار کرده است، آخر ماه اکتبر با گناه چاپ نوشته‌های افراطگرایی به 6 سال زندان محکوم شد. او سالها در ترکیه بود و پیوندانش میگویند با وعده عفو به وطن برگشته بود. فیضعلی مظفر وکیل مدافع میگوید دادگاه برای اعلان این عیب هیچ دلیلی پیشنهاد نکرد. در دادگاه باشد گفتند افراطگرایی او ثابت شده است. سازمان جهانی تندرستی هفته گذشته خبر داد که دوام 4 هفته اخیر شماره حالتهای نو گرفتاری کووید 19 در اروپا 55% افزایش یافته است. مسئولان سازمان گفتند اگر این روند ادامه یابد احتمال است تا آغاز سال 2022 در اروپا و آسیای مرکزی حدود 1 میلیون وفات دیگر بر اثر کرونا ویروس نو به قید گرفته شود. مدیر برنامه‌های سازمان جهانی تندرستی اوید به حالتهای اضطراری در بخش تندرستی در یک نشست خبری اظهار داشت افزایش مبتلا شوی به کرونا ویروس در پس منظر به کندی پیش رفتن روند امکانی ساکنان در بعضی از کشورهای مشاهده می شود که دسترسی به واکسن را دارند. این نگرانی در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان هفته ها به این طرف از ثبت نشدن یگان حالت نو گرفتاری به کووید 19 خبر می دهد. کاربران آزادی از نویه‌های مرغاب و اشکوشی ولایت مختار کوهستان بدخشان از حمله ببر برفی به چروای مردم خبر می‌دهند. آنها با ارسال چند عکس از این دو نویه میگویند ببر به آغل مردم وارد شده 10 سر چروای آنها را نابود کرد. به ادعای یک کاربر چند هفته پیش در دهه بولونکول مرغاب ببر به خانه یک ساکن محلی حمله کرده حدود 130 چروا را کشته است. همینطور در جمعیت قاضیده نویه اشکوشیم هم روز 7 نویبر ببر به چروای مردم حمله نموده است. در این حادثه 17 سر چروا نابود شده است. در عکسایی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که ببر بازداشت و درون پنجره گرفته شده است. ساکنان میگویند ببر را بدن به شهر خوروغ بردند. در ازبکستان فروش بلیط ها به پروازهای موجود نبوده شرکت روسی آیفلای ایرلاینز به سمت مسکو و سنت پترزبورگ زیاد شده است. خدمات مطبوعاتی فرودگاه ازبکستان گفته است چنین بلیط ها از جانب یک شرکت خصوصی به دست کم 200 نفر فروخته شده است. به گفته مسافران آنها بلیط ها را از نمایندگی شرکت خصوصی از شهرهای سمرقند و بخارا و اورگنج خریداری کردند. چند روز پیش نیز تقریبا 290 مسافر نتوانست از اورگنج به مسکو سفر کند، زیرا آنها بلیط های را در دست داشتند که پروازش در جدول نیست. ضمناً مهاجران تاجیک هم در ماه‌های آخر بنا به بلند بودن نرخ بلیط ها در تاجیکستان طریق ازبکستان به روسیه سفر میکنند و بینندگان عزیز بنابراین وقت خریداری بلیط از ازبکستان از احتیاط کار بگیرید.
бинандагон ҳоло барои шумо дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам ки мисли дирӯза аст. имрӯз номи ноябр низ $1 сомониву 28 дирам ва €1 13 сомониву 1 дирам мебошад. 1000 рубли русия 157 сомониву 10 дирам нарх дорад. дӯстони хубам, нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро ба поён мебарам. ташаккур ба шумо ки моро тамошо мекунед. ёдатон наравад ки фардо дар ҳамин барнома бо шумо хоҳам буд. худро эҳтиёт кунед азизон ва худо нигаҳдорад.